عادتاً در قسمت بالایی ناحیه اشکاشم بارشات نسبت قسمت‌های پایانی کمتر به نظر می‌رسد. همساله زیاده از 50 کیلومتر قطعه راه اتومبیلگرد خاروغ-اشکاشم در فصل زمستان دشوارگذر می‌گردد. عموماً راه اتومبیلگرد خاروغ-اشکاشم 110 کیلومتر درازی داشته از طرف راهسازان مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شغنان و اشکاشم نگهداری می‌گردد. همگی 5 کیلومتر دورتر از مرکز شهر خاروغ ترمه‌فرایی‌ها آغاز می‌یابند. امسال نیز در این قطعه راه ترمه کلان فرآمده سری وقت تازه گردید. امروزها باشد راهسازان به وسیع‌کنی قطعه‌های زیر برف مانده راه اتومبیلگرد خاروغ-اشکاشم مشغولند. عرض می‌دارد سردار مؤسسه نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شغنان عبید شاه بلبلوف. در مؤسسه افتاده تکنیکای نگهداری آماده با در حالت خوب کارشایان میباشند و این سال از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای کارمندان لباس زمستانه 31 جو و پایافزال برای کارمندان دسترس کرده شد. در مسیر این راه در موضع نمودک اگر شد و طبق نقشه از طرف وزارت راه تواروی با نقشه گرفته میشد خیلی خوب میشد که امکانیت تیز کشیدن راه از امکان دور نیست. از روی گفتی عبید شاه بلبلوف سالی روان مؤسسه آنها سری وقت با سوزشواری تامین گردیده همه راهسازان صاحب لباس گرم کاری گشتند. به عهده آنها نگهداری 35 کیلومتر قطعه راه اتومبیلگرد خاروغ-اشکاشم گذاشته شده. نگهداری قسمت دیگرش را راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه اشکاشم به ذمه دارند. از روی گفتی استای راهساز قاسم قرغیزوف آنها شب را شب و روز را روز نگفته سری وقت راه را از ترمه تازه می نمایند. به حالت امروزه در 7 موضع آسیب پذیر ترمه ها فرآمدند. با افزایش گرفتن بارشات احتمالیت ترمه فرایی می افزاید. یک نفر از مکانیزاتوران می گوید که وی از آخر سالهای 90 تا این جانب به راهسازی مشغول بوده. چند سال قبل قریب که با تراکتورش زیر ترمه ماند. در بعضی موضع ها راه تنگ و از زیر کوه گذشته ناگهان فرآمدن ترمه ها امکان دارد. در مدت 10 سال اخیر چندین حادثه های ناخوش در بعضی از قطعه های راه رخ دادند. خوشبختانه این سال چنین خطرها به نظر نمی رسد. راهسازان هم وقتی تازه کنی راه احتیاط کار می باشند.